با سلسله گزارش‌های ما از ایالت تگزاس امریکا، این بار در مورد یک محله موسیقی در شهر آستین گزارشی داریم که تماشا می‌کنیم. محله موسیقی تریدگلز در سال 1933 میلادی توسط یک آواخوای موسیقی محلی به نام کنت تریدگلز به شکل یک پامپتیل ساخته شد و به سرعت به یک محلی تبدیل شد که در آن آوازخوانان و نوازندگان که از شهرهای دیگر می آمدند به استراحت می پرداختند. این وضعیت تا زمان ادامه یافت که محله مذکور توسط ایدی ویلسون مالک هال موسیقی آرمادیلو ورلد هدکوارترز خریداری شد و به مرغوب ترین محله فرهنگی آستین در سالهای 1970 تبدیل شد. در اوایل سالهای 80 میلادی ویلسون آرمادیلو را بست و تریدگلز را خریداری کرد و آن را به سبک یک رستوران معمول در جنوب ایالات متحده درآورد. یک روز آقای تریدگلز برایم گفت چرا جای مرا نمیخری و جای سابقه را نو نمیکنی و رستوران خود را آنجا نمیبری؟ کارها کم کم پیش رفت و یقین ما به حدی شد که فقط با دست دادن معامله را انجام دادیم. بعد از چند سال با مصرف پول هنگفت اینجا را یک رستوران ساختیم که برای مشتریان غذاهای معمول در جنوب ایالات متحده را عرضه می دارد و در روز اول سال 1981 کار خود را شروع کردیم. یکی از دو محل تریدگلز، محل جنوبیان تاریخ آرمادیلو و روزهایی را که در سالهای 1970 در آن سالادهای خوب تهیه می شد تجلیل می کند. چیزهای بایدماندنی از هدکوارترز نشان دهنده روزهای موفقیت آن زمان می باشد. چیزهای مثل جوک باکس یا گلچین نوارهایی که نوازندگان مختلف در آرمادیلو نواختند و پیانویی که از سقف آن آویزان است. با وجود کامیابی‌های امروزی تریدگلز با تجارت‌های دیگر که می‌کوشند در آستین برای خود جایگاه پیدا کنند، از همان ابتدا با چالش‌های اقتصادی مواجه بودند و به روحیه متشبثینی که برای باز کردن کاروبار در یک شهر پرحال انکشاف برای معامله با حالات ناخواسته آماده بودند اتکا داشت. Austin is a large pool of creative. جمع کثیری از افراد خلاق در آستین توانستند تا یک وقت کافی به یک جهت مشابه به پیش بروند تا همه توانسته باشیم تا این شهر را به سوی انکشاف بیشتر ببریم. چالش ها به مرور زمان بزرگتر شده رفت، ولی به نظر می رسد کسانی که به اندازه کافی فکر کردند تا به آستین بیایند و اینجا کاروبار کنند با آن می سازند. به صورت ساده من یک وظیفه خوب را در یکی از شهرهای امریکا دارم. در یکی از شهرهای خوب دنیا زندگی می کنم و کارهای زیادی را انجام دادیم که تا اینجا خود را رساندیم. این مقام را با کدام تجربه و طرح خاصی به دست نیاوردیم، بلکه همه آن شانس، اتفاقات و مردم خوب بوده که ما را به اینجا رسانیده و در هیچ جای دیگر دنیا به اندازه‌ای که اینجا خوش هستم خوش بودن نمیتونم و هنوز هم کارهای مانده که باید آن را اینجا به سر برسانم. من از مؤسسین این شهر بودم و این هم فقط یک تصادف بوده. تریدگلز دارای جایگاه خاص در یک شهر می باشد که در آن تقریبا هر روز محل‌های غذاخوری جدید باز می‌شوند. این جایگاه خاص آن از گذشته خوب و شهرت خوبی که امروز دارد و آن را بیشتر از یک رستوران نشان می‌دهد ناشی می‌شود. برای ایدی ویلسون کار مورد علاقه‌اش و برای آستین بهترین جای است که در آن غذا خورد. دا د دیونی کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. د خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم یادونه وکړم